بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و مهربان. حمد و ثنا به پروردگار عالمیان و درود و صلوات بر سرور کائنات محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین. خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 75 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما هم به ادامه چند قسمتی گذشته در مورد احکامی است که تعلق میگیره به باب نماز جماعت و همچنین باب امامت که یکی از ابواب کتاب صلات یا کتاب نماز است. و در دو سه قسمتی گذشته در مورد فضیلت نماز جماعت و فواید و ثمرات نماز جماعت و همچنین حکم نماز جماعت و وجوب متابعت امام در نماز جماعت و برابر کردن صفها این احکام را در پرتو احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در چند قسمتی گذشته خدمت شما عرض کرده بودم. و این قسمتی از برنامه ما هم به ادامه از او در مورد خواندن نمازهای نفلی با جماعت و همچنین در مورد اقتدای شخص نمازگزار با پشت سر فرضگزار و یا عکسی از او فرضگزار پشت سر نمازگزار و همچنین در مورد اینکه امام وقتی که با نمازگزارها نماز میخواند باید مراعات حالی از اونا را بکند و از تخفیف و آسانی کار بگیرد و تطویل و درازی در نماز نکند در نمازهای جماعت در نمازهای فرضی. این احکام را ان شاء الله تعالی در روشنای احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این قسمتی از برنامه خدمت شما بیان خواهم کرد. در مورد اینکه نمازهای نفلی آیا با جماعت خوانده می شود یا نمی شود. نمازهای نفلی علما بر دو قسم تقسیم کردن. یک عده از نمازهای نفلی است که جماعت در آنها سنت است و افضل و بهتر است که آن نمازها با جماعت خوانده شود، مثل نماز کسوف و نماز خسوف و همچنین نماز تراویح در ماه مبارک رمضان و قیام اللیل در ماه مبارک رمضان. این نمازها سنت است که با جماعت خوانده شود و خواندنشان با جماعت افضل و بهتر است. و اما دیگر نمازهای نفلی عام نوافلی که انسان ها میخواند مسلمان ها میخواند یا تحیت المسجد یا نماز ضحی و یا نماز شب قیام اللیل، این دیگر نوافل یا سنت های راتبه. این نوافل دیگر در اینها قول علما این است که اگر بعضی از اوقات خوانده شود با جماعت اشکالی ندارد، اما استمرار و همیشگی خواندن اینها با استمرار و با همیشگی با جماعت مسنون نیست و وارد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام و علما نیست. و لذا اگر بعضی از اوقات این نوافل عامه با جماعت خوانده شود اشکالی ندارد، اما به شکل مستمر و همیشه با جماعت خوانده نمی شوند. و در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی از این نوافل را با جماعت خواندن. از جمله حدیث است که متفق علیه از زید بن ثابت رضی الله عنه روایت است که ایشان فرمودند احتجر رسول الله صلی الله علیه و سلم حجرة مخصفة فصلى بها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک گوشه از مسجد خیش برای خود یک حجره ساختند و در روایت دیگه میگه که احتجز، یعنی یک حاجزی برای خود در یک گوشه مسجد گرفتن و در آنجا نمازهای نفلی را ایشان میخواندن. مخصفتا یک حجره یا یک حاجزی در گوشه مسجد گرفتن که او ساخته شده بود از بوریا و یا اینکه از پوست خرما، پوست درخت خرما ساخته شده بود و در آنجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمازهای نفلی خود را می‌خواندند. فتتبع الیه رجال و جاءوا یصلون بصلاته. دیگر صحابه کرام خبر شدند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این گوشه مسجد در حجره خود نمازهای نفلی خود را می‌خواند. صحابه کرام هم که حریص‌ترین انسان‌هایی بودند که با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هر چیز می‌خواستند اقتدا کنند و از
برتری نماز با ایشان برخوردار شوند. آنها هم آمدند از پشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این نمازهای نفلی را اقتدا کردند و با اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازهای نفلی را می‌خواندند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چند روزی که با ایشان نمازهای نفلی را خواندند و بعد از او برای ایشان گفتند که صلوا ایها الناس فی بیوتکم فإن افضل صلاة المرء فی بیته الا المکتوبه. ای مردم، شما نمازهای سنت ها یا نمازهای نفلی خود را در خانه های خود بخوانید، چون بهترین نمازی که انسان میخواند او نمازی است که در خانه میخواند، جز نمازهای فرضی که خواندنش در مسجد سنت مؤکده است یا به قول بعض علما واجب است. اما دیگر نمازهایی که غیر از نمازهای فرضی است افضل و بهتر است که در خانه خوانده شود. و این حدیث هم دلالت به این میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه کرام چند روز نمازهای نفلی یا سنت ها را با جماعت خواندن و دلالت به جواز این امر میکند. و همچنین حدیث متفق علیه است از ابن عباس رضی الله عنه که ایشان فرمودند، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمودند، پسر عموی نبی صلی الله علیه و سلم، صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات لیلة فقمت عن یساره. یک شب من با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز خواندم و از طرف چپ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استاد شدم. و در روایت دیگر میاد که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند بت عند خالتی میمونة لیلة. یک شب من در نزد خاله خود ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها خواب شدم، در خانه ایشان خواب شدم و فقام النبی صلی الله علیه و سلم یصلی باللیل فقمت اصلی معه. دیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیم شب خستند و قیام اللیل، به خاطر قیام اللیل و نماز قیام اللیل را شروع کردند و من هم استاد شدم و وضو گرفتم و در کنار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استاد شدم و نماز قیام اللیل را با ایشان خواندم. میگه که فقمت عن یساره، چون حضرت عبدالله ابن عباس خردسال بود وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات کردند، بیشتر از 10 سال یا کم و بیش از او بیشتر عمر نداشتند. و این صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگه که ما از روی نافهمی از طرف چپ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استاد شدم. فاخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم برأسی من ورایی فجعلنی عن یمینی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست خود را از طرف پشت سر برده سر من را گرفتن، از سر من گرفتن و من را به طرف راست خود استاد کردن و از سر ما با دست مبارک خود گرفتن مرا به طرف راست خود استاد کردن. این حدیث هم دلالت میکند به اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نماز شب که یکی از نمازهای نفلی است آن را با جماعت خواندن و دلالت میکند به صحت کردن این کار. و همچنین دلالت به این میکند که اگر 2 نفر بوده باشد، ولو که نفر دوم خردسال هم بوده باشد، جماعت درست است و نفر دوم باید از طرف راست امام استاد شود و مساوی با امام. و بعضی علما قولشان که باید کمی از امام متأخر استاد شود و بعضی علما میگن که نه، باید مساوی با امام استاد شود. و حدیث دیگری هم در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد است، جمله حدیث متفق علیه از انس بن مالک رضی الله عنه که ایشان فرمودند صلی رسول الله صلی الله علیه و سلم فقمت انا و یتیم خلفه و ام سلیم خلفنا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه با ما نماز نفلی را با جماعت خواندند و ما و یک یتیم دیگری در پشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استاد شدیم. و در روایت دیگری هم میاد که این یتیم نامش ضمیره بود. حضرت انس بن مالک با این یتیم عقب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در پشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استاد شدند و ام سلیم که مادر حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بود، ایشان از عقب ایشان در صف دوم استاد شدند. و این حدیث هم دلالت به این میکند که نماز نفلی خواندنش با جماعت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است و از صحابه کرام و جواز داره. و اگر 2 نفر بوده باشد در جماعت، اگرچه یکیش خردسال هم بوده باشد، باید در پشت امام هر دوشان استاد شوند. و اگر در جماعت خانم ها یا زن ها هم بوده باشد، آنها در صف علاهیده در پشت سر در صف دوم باید استاد شوند و با مردها در یک صف یا در صف اول استاد شدن خانم ها درست نیست، باید به تنهای خود در صف پشت سر استاد شوند.
و این حدیث و حدیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و از صحابه کرام ثابت است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام بعضی از نمازهای نفلی را با جماعت می‌خواندند. پس اگر احیانا بعضی از نمازهای نفلی با جماعت خوانده شود اشکالی ندارد و او اگر خوانده هم نشود به تنهایی خوانده شود، در هر دو صورت اشکالی ندارد. اما در مورد مسئله دوم، موضوع دوم در این باب که موضوع این است که آیا شخصی که نیت نفل را داشته باشد از پشت امامی که فرض میخواند نیت کرده میتواند، و یا اینکه عکسی از او شخصی که فرض میخواند از پشت امامی که نفل میخواند آیا میتواند نیت کند، و یا اینکه شخصی که فرض میخواند یک فرض را میخواند پشت امامی که فرض دیگر را میخواند آیا میتواند نیت کند و از پشت از او بخواند. در این مورد در مورد اینکه آیا متنفل کسی که نفل میخواند از پشت مفترض کسی که فرض میخواند میتواند نیت کند، مگر مثلا شخصی نماز پیشین را خوانده دوباره در مسجد میاد که نماز پیشین استاد است، مردم به امام نماز پیشین را میخوانند، این شخص چون نماز پیشین را قبلا خوانده آیا میتواند که با امام دوباره استاد شود و نیت نفل را بکند و 4 رکعت نماز را با امام بخواند به نیت نفل، و یا نماز خفتن و یا نماز شام که اگر نماز شام بوده باشد باید یک رکعت دیگر را تکمیل کند، چون نماز نفلی 3 رکعتی نیست، باید 4 رکعت خوانده شود. و در این مورد جمهور علمای مذاهب اربعه و علمای دیگر محققین همه قولشان به این است که متنفل شخص نفل گزار میتواند که از پشت مفترض شخصی که فرض میخواند نیت کند و اشکالی ندارد، و دلیل گرفتن به چند حدیث، جمله حدیثی که امام مسلم از ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ایشان میگه که اگر تو وقتی را درک کرده که در وقت پادشاهان ظالم میباشند و پادشاهایی که پادشاهایی میباشند که ملوک و پادشاهایی میباشند که نمازها را از وقتشان تأخیر میکنند، نماز را به وقتش نمیخوانند، تو اگر وقتی از اونها را درک کردی چه خواهی کرد؟ حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه فرمودند که پس من نماز خود را چگونه بخوانم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلی الصلاة لوقتها فإن ادرکتها معهم فصلی فإنها لك نافله. تو اگر وقتی آن پادشاهانی را درک کردی که نمازهای فرضی را از وقتش تأخیر میکردند، تو نماز فرضی را در وقتش بخوان و بعد از او وقتی که جماعت حاضر شد با آنها هم در جماعت داخل شو و بخوان، و این جماعت دوم که تو میخوانی در حق تو نفلی هست چون نماز فرضی را اول خوانده ای. و همچنین حدیثی که حدیث یزید بن اسود که امام ترمذی و امام ابو داود و امام نسائی را روایت کرد، در قسمت گذشته خدمتتون عرض کرده بودم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد خیف در مینا نماز میخواندند، نماز صبح را خواندند و بعد از اینکه سلام گشتانیدند روی خود را گشتانیدند و دیدند که دو شخصی در یک کناره مسجد نشسته و در جماعت اشتراک نکردند. از ایشان پرسان کردند که چرا در جماعت اشتراک نکردند؟ گفتند که ما نماز فرضی خود را در خانه های خود در خیمه های خود خوانده بودیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ایشان فرمودند که وقتی که شما نماز فرضی خود را در خانه خود میخوانید و دوباره به مسجد حاضر میشود و میبینید که جماعت حاضر است، باید داخل جماعت شوید و با امام نماز بخوانید و این نماز دوم که شما میخوانید در حق شما نفلی هست. پس این احادیث و احادیث دیگری دلالت به این میکند که اگر شخصی نفل گزار از پشت امامی فرض گزار به نیت نفل نیت میکند اشکالی ندارد و نمازش درست است و داخل اجر و ثواب میگردد. و اما عکسی از او کسی که فرض میخواند از پشت امامی که نفل میخواند آیا این درست است یا نیست؟ عده از علما این را جواز دادند، جمله امام شافعی رحمت الله علیه و امام احمد در یک روایت و همچنین امام عطا و امام اوزاعی و شیخ الاسلام ابن تیمیه و عده از علمای محققین و علمای معاصرین قولشان این است که این امر جواز داره. اگر شخصی مفترض از پشت متنفل نیت میکنه اشکالی نداره و نمازش درست است. و عده از علما از جمله امام ابو حنیفه و امام علمای مالکی، امام مالک رحمت الله علیه و امام احمد در یک روایت و همچنین حسن بصری قولشان این است که این کار جواز ندارد و نماز شخصی که فرض میخواند از پشت متنفل درست نیست و همچنین کسی که یک فرض را میخواند از پشت شخصی که
فرض دیگر را میخواند، درست نیست. اصحاب قول اول دلیل عمدهشان حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه است که او را حضرت جابر بن عبدالله روایت میکند و حدیث هم حدیث متفق علیه است، به الفاظ متعددی روایت شده که حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه، حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه نماز خفتن را، نماز عشاء را با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی میخواندند و بعد از او نزد قوم خود بنی سلمه میرفتند و در آنجا نماز خفتن را دوباره با آنها جماعت میدادند و این نمازی که با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواندند این در حقشان فرض بود و نماز دوم که آنها جماعت میدادند در حق ایشان نفل بود و در حق افرادی که پشتی از آنها میخواندند فرض بود. پس این حدیث دلالت میکند به اینکه نیت فرض گزار از پشت نفل گزار جواز داره و اشکالی نداره. و لفظ حدیث که از حضرت جابر روایت شده به الفاظ متعدد میه، از جمله این است که حضرت جابر میفرماید که صلی معاذ باصحابه العشاء فطول علیهم. حضرت جابر با اصحاب خود، با یاران خود نماز عشاء را خواندند و تطویل اختیار کردن، نماز عشاء را دراز خواندند. فقال نبی صلی الله علیه و سلم اتريد ان تكون یا معاذ فتانا، و ای معاذ میخوای که تو مردم را در فتنه بیاندازی. و در روایت بخاری، امام بخاری رحمت الله علیه میگه که اقبل رجل بناضحین و قد جنح الليل، که وقتی که معاذ در نماز شروع کرد یک شخصی که با همراهش 2 شتر بود آمد و در نماز ایستاد شد و شترهای خود را اعلا کرد و حضرت معاذ شروع کرد به خواندن سوره بقره و یا سوره نساء در نماز خفتن و این شخص نماز خود را اعلا کرد و رفت نماز خود را به تنهایی در گوشه مسجد خواند و بعد از او هر 2 شتر خود را گرفت و رفت. و وقتی که این خبر به حضرت معاذ رسید، حضرت معاذ گفت این شخص منافق است و این شخص آمد از حضرت معاذ نزد پیغمبر اکرم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شکایت کرد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای حضرت معاذ این را گفتند که افتان انت یا معاذ میخواید در مردم را در فتنه بیاندازی. و بعد از او برای حضرت معاذ هدایت دادند و گفتند که اذا اممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى. وقتی که به مردم امامت میدهی سوره های دراز نخوان، سوره سبح اسم ربك الاعلى و الشمس وضحاها و همچنین سوره اقرأ باسم ربك و سوره والليل اذا يغشى، این سوره هایی که قصار سور است، این سوره ها را بخوان. و گفتند که فانه یصلی وراءک الکبیر والصغیر و ذو الحاجه، چون در وقتی که تو امام هستی از پیش تو مردمای نماز میخوان که کلانسال هستند و مردمای نماز میخوان که ضعیف و ناتوان هستند و کسایی هستند که کار دارن و عجله دارن. تو زیاد در نماز خود طولانی نکن و در وقتی که جماعت میتی در نماز خود از تخفیف را اختیار کن. و این حدیث هم دلالت به این میکند که خواندن نماز مفترض، کسی که فرض میخواند از پشت متنفل جواز دارد و اشکالی ندارد، چون حضرت معاذ فرض خفتن را با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواندند و بعد از او در بنی سلیمه که قوم ایشان بود رفته نماز خفتن را دوباره با آنها نماز میدادند و این نماز خفتن را دوباره میخواندند در حق ایشان که امام بودن نفل بود و در حق مقتدیایشان فرض بود. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه ادامه این مطلب را با در روشنی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض خواهم کرد. با ما باشید. رفتار و کردار انسان. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی دارد تا اینکه از عمرش پرسیده شود که آن را چگونه گذرانده و از علمش که تا کجا به آن عمل کرده و از مالش که از کدام راه آن را به دست آورده و چگونه خرجش نموده و از جسمش که آن را در کدام راه پیر کرده است. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي ذرياتنا وفي أبداننا
اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد هستم خدمت شما عزیزان. گفتم که عده از علمای مذهبی شافعی و همچنین علمای مذهب حنابله در یک روایت و عده از علمای معاصرین و همچنین شیخ الاسلام ابن تیمیه و امام اوزاعی قولشان این است که کسی که فرضگزار است نفلگزار است یا فرضگزار است از پشت کسی که امامی که نفل نیت میکند نیت کردنش اشکالی ندارد و دلیل گرفتن به حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه و همچنین دلیل دیگرشان هم حدیثی است که امام ابو داود در شأن نماز خوف نماز ترس او را روایت میکند که انه صلی الله علیه وسلم صلى بطائفة ركعتين وسلم ثم صلى بطائفة ركعتين که یکی از گونه ها یا طریقه های نماز نفلی این است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و هنگامی که نماز خوف را از طریقه های خواندن نماز خوف این است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هنگامی که با یاران خود در یکی از غزوات و جنگ ها نماز خوف را انجام دادند دو دسته اصحاب خود را مجاهدین را به دو دسته تقسیم کردند. با یک دسته دو رکعت نماز را خواندند و سلام گشتاندند و با دسته دوم آمده دو رکعت نماز باز دوباره این دو رکعت نماز را اعاده کردند و سلام گشتاندند و در اینجا هم این حدیث دلالت بر میکنه که دو رکعت نمازی که اولی رسول اکرم صلی الله علیه و آله خوانده بودند اون فرض بود و دو رکعت نمازی که پسان خواندند در حق ایشان نفل بود و اما در حق گروه دوم که با ایشان آمده نماز خوف را خواندند در حق اونها فرض بود. پس اقتدای مفترض از پشت متنفل اشکالی ندارد. اما اصحاب قول ثانی کسایی که گفتند که نیتی یا خواندن نمازی مفترض کسی که فرض میخوانه از پشت متنفل درست نیست که علمای احناف و علمای مالکی و اینها بودند دلیل گرفتن به حدیث متفق علیه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید انما جعل الامام لیؤتم به امام به خاطر عزیز که از پشت از او اقتدا کرده شود. پس اقتدا به امام تقاضای این را میکند که باید نیتی مقتدی و یا نمازگزار و نیت امام فرق نکنند، نیت هر دوشان یک چیز بوده باشد و در اینجا چون نیت ها فرق کرده نیت امام نفل بوده و نیت مقتدی فرض بوده نیت فرق کرده پس اقتدا نشد و مخالفت با این حدیث شد. اما اصحاب قول اول گفتن که در اینجا مراد از اقتدا به افعال امام است نه به نیت امام که امام مقتدی باید به افعال امام هر فعلی که او میکند به او اقتدا کند و مقصود نیت نیست. و همچنین گفتن که در این حدیث عام است و حدیث معاذ بن جبل که حدیث صحیح متفق علیه حدیث خاص است وقتی که تعارض در بین عام و خاص بیه خاص مقدم می شود بر عام لذا حدیث معاذ بن جبل که متفق علیه و صحیح است به او عمل می شود و خاص به حدیث عام مقدم می شود. لذا اکثر محققین و علمای معاصر هم قولشان این است که اشکالی ندارد که شخص فرضگزار از پشت نفلگزار نیت بکند و اختلاف نیت در نماز در صحت نماز تاثیرگذار نیست. و موضوع دیگری که تعلق میگیره به باب ما با باب امامات و نماز جماعت این است که از احکام نماز جماعت از احکام امام این است که وقتی که امام در نماز پیش می شود باید از تخفیف از آسانی کار بگیرد و در نماز جماعت را طولانی نخواند و این مطلب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده. از جمله همین حدیث معاذ که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برایشان فرموده که افتان انت یا معاذ آیا تو میخوای که با خواندن نماز به شکل طولانی درازی مردم را در فتنه بندازی و این کار را باید نکنی باید در نماز تخفیف را اختیار کنی. و همچنین حدیث دیگری از متفق علیه از صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اما احدکم الناس فلیخفف وقتی که یکی از شما برای مردم امامت میدهد
پیشوا و پیش نمازی مردم می شود، فلیخفف، باز از تخفیف کار بگیرد و تخفیف اختیار کند و در نماز خود را طولانی نکند. فإن فیهم الصغیر والکبیر والضعیف والحاجه، چون کسایی که پشت از این نماز میخوانند، مقتدیایی که پشت از این نماز میخوانند، در بینشان مردمای ضعیف هم هست و در بینشان مردمای ناتوان و کلانسال است و همچنین در مابینشان مردمای خردسال هستند که استاد شده نمیتونن و همچنین اطفال هستند که گریان میکنن و در عقیبشان کسایی هستند که ذل حاجه هستند، یعنی صاحب حاجت هستند، میخواین که زور نماز بخوانند، برن پشت کار و غریبی خود بروند. فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، وقتی که از شما با تنهایی خود نماز میخواند، نماز انفرادی میخواند، هر قسمی که خواسته باشد بخواند. اما وقتی که امام میشود باید از تخفیف کار بگیرد و وقتی که منفرد میباشد هر قدر که میتواند طولانی کند اشکالی ندارد، لیکن به شرطی که اینقدر طولانی نکند که وقت نماز خارج شود و وقت نماز دیگر داخل شود. چون امام مسلم از حضرت ابو قتاده رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند انما التفریط ان تؤخر الصلاه حتى يدخل وقت الاخرى. تفریط و زیاده روی و غلو در نماز این است که انسان اینقدر طولانی بکند نماز خود را که وقت نماز خارج شود و وقت نماز دیگر داخل شود. پس طولانی کردن نماز برای شخص منفرد کار خوب و افضل و بهتر است، لیکن به شرطی که وقت نماز از وقت خودش بیرون نشود و در حدود وقت نماز باید بوده باشد. و همچنین حدیث متفق علیه است از انس بن مالک رضی الله عنه که ایشان فرمودند ما صلیت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبی صلی الله علیه و سلم. من پشت هیچ امامی نماز نخواندم که نمازش زیاد خفیف و زیاد تام و کامل بوده باشد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. یعنی که نمازی که پشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌خواندم نمازی بود که خیلی آسان و خیلی ساده و آسان و خیلی تخفیف و طولانی نمی بود و در عین وقت نمازی می بود که تام و کامل می بود، یعنی تمام ارکان و واجبات و تمام سنت ها بجا می شد و خفیف هم می بود، طولانی نمی کردند. و همچنین انس بن مالک رضی الله عنه فرمودند که روایت کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در حدیث متفق علیه انی لادخل فی الصلاة و انا اريد اطالتها. ما هنگامی که نیت میکنم و وارد نماز میشوم و در نماز داخل میشوم با گفتن تکبیر تحریمه میخوام که نماز خود را طولانی کنم. بعد از چی حاصل میشود؟ میگه که فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتي مما اعلم من شدة وجد امه من بکائه. وقتی که من در نماز داخل میشوم میخوام که نماز خود را طولانی کنم و صدای طفل را وقتی که صدای طفل را میشنوم نماز خود را زود خلاص میکنم، به خاطری که من میدونم که وقتی که طفل گریان میکند چقدر اندوه و غم در دل مادر از او پیدا میشود. لذا من وقتی که در نماز داخل میشوم صدای یک طفل را میشنوم نماز خود را زود تکمیل میکنم تا که سبب رنج و سبب غمی مادر ازی نگردم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در قرآن کریم آمده بالمؤمنین رؤوف الرحیم، همچنان در هر چیز رؤوف و رحیم بودن که وقتی صدای طفل را میشنیدن در نماز خود را زود خلاص میکردن تا که گریان طفل سبب رنج و سبب غم مادر ازی نگردد. و علما قولشان این است که تخفیف یعنی کم خواندن در نمازهای فرضی و همچنین تطویل یا دراز خواندن در نمازهای فرضی این فرق میکنه از مردم با مردم و همچنین از وقت با وقت. اگر مردمای مقتدی ها به شکلی بوده باشن که تخفیف یعنی تطویل کردن یا دراز کردن نماز آنها را در فتنه می انداخت و آنها از این کار راضی نبودن، سنت و مستحب است که امام باید در نمازهای فرضی تخفیف را اختیار کند و طولانی نکند. و اما اگر مقتدی ها به شکلی بوده باشند که طولانی کردن با آنها کام اشکالی نداشته باشه بلکه از این کار خوش شوند و امام جواز است که این کار را بکند، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی وارد است که احیانا تطویل میکردند. در بعضی نمازها وارد است که سوره بقره را میخواندند و همچنین روایت‌هایی داریم که در یکی از نمازها سوره اعراف را خواندند و صحابه کرام که با این کار خوش میشدند از عقیبه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز میخواندند و رضا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعضی از نمازها تطویل را اختیار کردند. و اگر مقتدی های یک امام به شکلی بوده باشد که با
دراز کردن در نماز آنها یعنی حرجی در آنها نباشد، پس اگر دراز کرد اشکالی ندارد. اما اگر در پشت امامگذار مردم های متعدد مختلفی نماز میخواند، بعضیا خردسال بودن، بعضیا مریض بودن، بعضیا صاحب دکاندار و حاجت بودن، در اون صورت افضل و بهتر است که تخفیف کند. و ضابط تخفیف علما گفتند این است که بعد از خواندن مثلا دعای استفتاح و اعوذ بالله و بسم الله و سوره فاتحه یکی از سوره های قصار سور را بخواند، یا از سوره های اوساط السور، اوساط مفصل یا قصار مفصل، که قصار مفصل از سوره و الشمس و ضحاها تا سوره ناس است، و همچنین اوساط مفصل از سوره ملک تا سوره و الشمس و ضحاها است. یکی از این سوره ها را بخواند، یا آیات های از وسط قرآن کریم، از اول قرآن کریم که معادل با این سوره ها بوده باشد. و همچنین در وقتی بین ارکان، بین رکوع و سجده، دعایی که در بین رکوع و سجده وارد است که بعد از گفتن سمیع الله لمن حمیده ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، و همچنین دعایی که در بین دو سجده وارد است اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني واغفر لي وارحمني واهديني وعافيني وارزقني، این دعا را بخواند و با خواندن این دعاها و گفتن 3 بار سبحان ربی الاعلی در سجده و 3 بار سبحان ربی العظیم در رکوع، با کردن این افعال او شخص یا او امام تخفیف را اختیار کرده در نماز خود و به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کرده. و الله متعال برای ما و شما همه توفیق عمل به گفته ها و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نصیب کنه. و در اینجا وقت برنامه ما با پایان میرسد، تا به قسمت آینده، دیدار آینده با شما الله حافظی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.